خب حالا اینو گوش کنین. داخل اون 4 خط سفید افسانه شدن کار آسونی نیست. بیشترشون مجبور بودن برای توپ بجنگن چون توجه ها به اونجاست. مدافع ها باید هزاران تکل تمیز بزنن، دروازه‌بانا 10 ها شوت غیر قابل تصور رو سیو کنن، مهاجما باید به تعداد نامحدودی گل بزنن. اما یه مردی بود که حتی بدون اینکه یه بار توپو لمس کنه تونسته بود تبدیل به یه افسانه و یکی از شناخته شده ترین چهره های ورزشی بشه. امروز میخوایم بفهمیم که خوان دقیقاً چطوری ترسناکترین، محترمترین و بدون شک افسانه‌ای ترین داور دنیا شد. حتی روی کاور بازی پس هم اومد اینکه خوان چطوری تبدیل شد به پیر لویجی کولینا. تماشا کردن کار کولینا به اندازه دیدن هر کدوم از سوپر استارایی که باشون تو زمین بود قابل تحسینه. اونم نه فقط به خاطر اینکه هیچ وقت تصمیم اشتباه نمی گرفت، با دیدی مثل یه شاهین و همونقدر هم خونسرد. نحوه برخوردش با بازیکن‌ها هم دقیقاً به همین شکل بود. میتونست هر کسی رو سر جاش بشونه، حتی یه دیوونه‌ای مثل الیور کان جلوش مثل یه طول سگ تازه به دنیا اومده که به خاطر جویدن صندلای مورد علاقش داره سرزنش میشه سرخم میکرد. اما حقیقتاً با گذشت زمان حتی دیگه لازم نبود این کارا رو بکنه. احترام بهش انقدر زیاد بود که بازیکن‌ها خودشون میدونستن وقتی اون داره نگاه میکنه نباید خرابکاری کنن. بالاخره وقتی که اون چشمای آبی روشن مستقیم بهت خیره میشن، احساس ترس نکردن خب خیلی سخته. اما منظورمو اشتباه نگیرین، کولینا اصلا فقط یه آدم کله گنده بی فکر نبود، اون یه دیپلمات بود. بازیکن‌ها عاشق باهاش حرف زدن توی سخت‌ترین لحظه ها بودن و اون حتی میتونست جلوه مهربونش رو نشون بده. کمک کردن به بازیکن‌ها، اونم هر وقت که نیاز داشتن، واقعا توی کل دنیا بهترین بود. اما چطوری به اونجا رسید؟ همونطور که ممکنه تصور کنین، کولینا خیلی دنبال این شغل نبود. با وجود علاقش به بسکتبال مثل خیلی از داورای دیگه، اول داشت سعی میکرد که فوتبالیست شه، ولی کولینا واقع بین بود. میدونست احتمالش کمه، مخصوصا اینکه هیچ وقت خودش رو با استعداد هم نمیدونست. اول فقط مطمئن شد که از پایه قوی باشه. به طور مداوم توی مدرسه‌ای که راهبه‌ها درس میدادن خیلی تلاش میکرد. بعدش حتی یه قدم اومد عقب. واقعا جدی میگم، شروع کرد به بازی به عنوان مدافع میانی، چون فهمید شانسش توی اون موقعیت بیشتره. چرا که بچه‌های زیادی حاضر نیستن اونجا بازی کنن چون مهارت‌های متفاوتی رو میخواد. اما تا حالا از خودتون پرسیدین که یه داور طرفدار کدوم تیمه یا اصلا اجازه داره باشه؟ خب در نوجوانی کولینا طرفدار 2 تا تیم بود، هر تیمی که والتر زنگا بازی میکرد و لاتزیو. هرچند اول طرفدار بولونیا بود، اما همینطور که بزرگتر شد عاشق یه تیمی شد به نام لاتزیو پیستولز که خب یه تیم به شدت ترسناک بود. تعجبی نداره کولینا انقدر عاشقشون بود. بذارین خیلی سریع خلاصه کنم. خب یه جورایی 2 تا چهره اصلی رختکن با هم بحثشون میشه و اوضاع انقدر بد میشه که تیم بسته به اینکه طرف کدوم بازی کنن به 2 گروه تقسیم میشه. اونقدر از هم دور شدن که حتی رختکنای جدا داشتن. تنش‌ها اونقدر سریع بالا رفت که بازیکن‌ها همه جا کلت حمل میکردن تا از خودشون در برابر بقیه بازیکن‌ها محافظت کنن. تقریبا مثل یه باند بودن. آره درست شنیدی. بخش دیوونه‌وارش اینه که وقتی نوبت به بازی‌های واقعی میرسید کاملا هماهنگ بودن و بازی عالی رو از خودشون به نمایش میذاشتن. حتی یه جوری هم تونستن برای اولین بار در تاریخ باشگاه‌ها بازی‌های لیگو ببرن. علیرغم اینکه توی رختکن بازیکن‌ها به معنی کلمه با بطری‌های شیشه‌ای شکسته همدیگر رو تهدید می‌کردن. این به سادگی یکی از دیوونه کننده ترین داستان‌هاییه که شنیدم. اگه فکر می‌کنین که باید یه ویدیو در موردش بسازم، همین زیر برام کامنت بذارین. اما خب برگردیم به کولینا. با وجود علاقه شناخته شدهش به لاتزیو، مطمئن شد که توی مصاحبه بگه این قضیه هیچ وقت روی تصمیماتش تأثیر نذاشته. اونقدری که لاتزیو توی 10 بازی اولشون که اون داوری کرد هیچ وقت برنده نشد. توی 17 سالگی اوضاع حرفه فوتبالیش خیلی امیدوار کننده نبود و اون موقع بود که یه پیشنهاد جالب اومد.
بهش پیشنهاد شد که شاید بهتر باشه توی دوره داوری شرکت کنه و خب خیلی زود همه از استعداد ذاتیش تعجب کردن. کولینا از همون اول همه کاریزمایی که بهش عادت کردیم و نشون میداد. در سالهای بعدی زندگیش یه فاجعه بود. استرسی که باید تحمل کرده باشه رو تصور کنین. کولینا وقتی 20 ساله بود بالاخره تونست چند تا بازی ناحیه‌ای رو داوری کنه، اما همزمان داشت مدرک اقتصادش رو میگرفت و خدمت سربازی اجباریش رو میگذروند که حس اقتدار و انضباطش رو بیشتر هم توسعه داد. بالاخره انگار بزرگ شدن با مادری که معلم بود و پدری که توی وزارت دفاع کار میکرد و درس خوندن پیش راهبه‌ها تو دبستان کافی نبود، مگه نه؟ بین همه اینا سریع به سری سوم ایتالیا ارتقا پیدا کرد. اینکه توی کارش چطور پیشرفت میکرد چشمگیر بود. همه تحسینش میکردن، اما بعد یکی از سخت‌ترین لحظه های زندگیش فرا رسید. وقتی که داشت خدمت رو تموم میکرد کولینا یه نوع بیماری گرفت و بعد از فقط 10 روز همه موهاش ریخت. بدتر این بود که این زمانی اتفاق افتاد که فدراسیون ایتالیا میخواست اونو به سری A و B ارتقاش بده. یه نگرانی بود که بیماری روی اعتماد به نفسش تأثیر بذاره و نتونه مثل قبل عمل کنه. اما خب کولینا فرق داره. اگه به هر نحوی روی اعتماد به نفسش تأثیر گذاشته بود مطمئناً کاری میکرد که هیچ کس متوجهش نشه. با قد 180 سانتیش کولینا به اندازه بیشتر مدافعهای میانی ابهت داشت، اما حالا کچل شده بود و انگار چشمای آبی روشنش از همیشه تأثیرگذارتر بودن و ظاهر جدیدش باعث شد لقب کوجاک رو بگیره، مثل اون کاراگاه کچل توی سریال تلویزیونی با همین اسم که با توجه به علاقش به فوتبالیست های کلت به دست مطمئنم کولینا ازش خوشش هم می اومد. 4 سال بعد در 1995 بعد از داوری فقط 43 تا بازی برتر ایتالیا کولینا رو توی لیست داورای فیفا گذاشتن. بازم سرعت پیشرفتش در حرفش ترسناک بود، مثل ارلینگ هالند داورا بود، حتی چشمگیرتر. فوراً به داوری 5 تا بازی تو المپیک 1996 اختصاصش دادن، از جمله فینال بین نیجریه و آرژانتین. یه فوتبال آفریقایی کاملا کلاسیک که اوکوچا و کانو تیمشون رو در حالی رهبری کردن که 2 بار عقب افتادن و همچنان تونستن توی وقت اضافه برنده بشن. بعد از این کولینا تو جام جهانی 1998 شرکت کرد. با وجود اینکه فینال رو داوری نکرد یه چیزی به جا گذاشت، اونم اخراج پاتریک کلورت در بازی گروهی داغ در برابر بلژیک. اگه اون دفعه نتونست توی فینال باشه سال بعد داستان به طور کامل فرق کرد. بعد از کلی عملکرد عالی بیشمار توی لیگ قهرمانان و گرفتن جایزه IFFHS داور سال در 1998 کولینا برای فینال UCL در 1999 انتخاب شد، اونم فقط 4 سال بعد از اولین دعوت فیفا. راز موفقیتش چی بود؟ خب علاوه بر رفتارش به زبانهای مختلفی هم مسلط بود. اینکه میتونست با هر بازیکنی به راحتی ارتباط برقرار کنه بهش اجازه میداد تا راحت‌تر باهاشون همدلی کنه. اما مهمتر از همه چیزی که متمایزش میکرد آمادگیش برای بازی‌ها بود. یه قدم جلوتر میرفت، فرماسیون و سبک‌های بازی رو مطالعه میکرد، ارزیابی میکرد که بین کدوم بازیکن‌ها احتمال بیشتری هست تا توی بازی درگیر شن، اطلاعات جمع میکرد که کدوم بازیکن‌ها احتمال بیشتری برای تظاهر به معصومیت دارن، بخوان شیرجه بزنن یا از این جور کارا. فلسفه‌ش این بود که یه داور نمیتونه غافلگیر شه، باید بدونین که بازیکن‌ها قبل از اینکه کاری انجام بدن چطوری و کی عمل میکنن. با این فلسفه به یوفا کمک کرد تا تعداد کارت‌های زرد تو تورنمنت‌ها کم بشه، یه جورایی پایه داوری مدرن رو پیریزی کرد. اما برگردیم به فینال UCL در 1999. این بازی روی همه تأثیر گذاشت. میشه گفت یکی از دراماتیک ترین فینال های UCL تمام دوران بود. بایرن در برابر یونایتد بود و بعد از 5 دقیقه بایرن جلو افتاد. برتری تا وقت اضافه دوم آورد، اما بعدش یونایتد 2 تا گل سریع و پشت سر هم زد. وقتی که دیگه جام مال بایرن بود ازشون دزدیدنش. انگار شادی بازیکنای یونایتد بود که
که بیشتر مردم رو تحت تاثیر گذاشت. کولینا باید با هر دو طرف بازی سر و کله میزد. همونطور که خودش گفت بازیکنای یونایتد مثل دیوونه ها همه جای زمین میدویدن، اما بعدش برگشتم و دیدم بیشتر بازیکنای بایرن دارن گریه میکنن و ناامید روی زمین افتادن. ساموئل کوفو رو دیدم که کاملا نابود شده. رفتم پیشش و نتونستم به چیزی به جز این که بهش بگم پاشو به جنگ فکر کنم. هنوز 20 ثانیه دیگه زمان باقی مونده بود. فوتبال ورزش بیرحمیه. غیر قابل پیش بینی بودنش باعث میشه اینطوری به نظر بیاد که گاهی وقتا چیزی که مال توه رو میتونه ازت بگیره. ساموئل دقیقاً همین حس رو داشت. بعد از این همه سال هنوز به خبرگزاریا میگه که هیچ فیلمی از اون بازی رو ندیده. میگه فکر کردم بهش هنوزم درد داره، باید رهاش کنم، ولی هنوزم تا به امروز دارم آزار میبینم. از طرف دیگه کولینا باید از چیزی که انگار میدون جنگ بود رد میشد. زخمی‌ها رو جمع میکرد و هیچ بازیکنی سر جاش نبود. حتی کان بزرگ، یکی از معدود افرادی که ایستاده بود و با نگاهی مثل اینکه انگار میخواد به عقب برگرده. کولینا این لحظه رو به یاد میاره و میگه اون روز چهره واقعی فوتبال رو دیدم، جایی که همه بازیکن‌ها زندگیشون رو براش میدن اما فقط نصفی از اونا لذت شنیدن اسمشون رو با فریاد شادی میچشن و بقیه روی زمین میمونن با دردی تا عمق وجودشون. این واقعا ترسناکه. توی 3 سال بعدی کولینا توی یورو 2000 شرکت کرد و قرار بود توی مرکز صحنه در جام جهانی 2002 باشه. طی این راه بیشتر و بیشتر معروف شد و 3 تا جایزه دیگه از IFFHS داور سال گرفت. در جام جهانی 3 تا بازی رو داوری کرد. 2 تاشون به خاطر سختی که داشتن براش انتخاب شدن که اولیش انگلیس برابر آرژانتین بود. از سال 1986 با گل شرم‌آور مارادونا توی جنگ فالکلند بین 2 کشور روابط متشنج بود و وقتی که در جام جهانی قبلی توی لحظه تعیین کننده دیوید بکام بعد از خطا روی دیگو سیمئونه اخراج شد، اوضاع فقط بدتر شد. اگه قبلا خشم هواداران نسبت به همدیگه بود، حالا بخشیش هم برای داور بود، ولی کولینا به هیچ کدوم از اینا توجه نکرد و بالاخره بازی با برد انگلیس و حذف آرژانتین از تورنمنت به آرومی تموم شد. دومیش البته فینال بین برزیل و آلمان بود، اما بهتر اول قبلش یکم پس زمینه بهتون بگم. کولینا رابطه عجیبی با الیور کان داشت. دستور دادن به مردی مثل تان کثیف آسون نبود، مخصوصا وقتی که میبازه. پس اینکه کولینا تونست رابطه‌ای بر پایه احترام به اقتدارش نگه داره حتی چشمگیرتر شد وقتی مخصوصا متوجه شدن که کان همیشه وقتی کولینا داوری میکنه میبازه. از فینال UCL تا یورو و حتی یه نابودی 5-1 توسط انگلیس توی مرحله مقدماتی ارتباط برقرار شده بود و کان میدونست. قبل بازی ازش در مورد کولینا پرسیدن و با قطعیت گفت اون داور سطح جهانیه، هیچ شکی هم توش نیست، اما آیا برای من شانسی میاره؟ معلومه که نه. و این بار هم فرقی نکرد. 2 تا گل سریع و پشت هم رونالدو کان رو بدون هیچ جا میفرستاد خونه. همونطور که کولینا هر بازی بزرگ رو از لیستش خط میزد، نوبت میرسید به فینال جام یوفا. این به راحتی همون بازی بزرگی بود که بیشترین تأثیر رو روش گذاشت. با اخراج فابیان بارتز و درست قبل نیمه اول پنالتی دادن، راه رو برای برد 2-1 والنسیا باز کرد. طی تابستون دوباره تو یورو شرکت کرد، اما بازم فرصت داوری فینال رو نگرفت و با محدودیت سنی فیفا که سال بعد اومد قرار بود هیچ وقت فینال یورو رو از لیستش خط نزنه. اما بعدش یه لحظه ای اومد و ثابت کرد که کولینا واقعا چقدر افسانه‌ای بود. اونقدر محبوبیت داشت که فدراسیون ایتالیا محدودیت سنی خودش رو بالا برد تا کولینا یه سال دیگه هم داوری کنه. اگرچه همه چیز به طرز ناخوشایندی زود خراب شد. کولینا یه قرارداد اسپانسری با اوپل امضا کرده بود و چون اونا اسپانسر آس میلان هم بودن، کل ماجرا به عنوان تعارض منافع دیده شد و فدراسیون تصمیم گرفت تا وقتی این قرارداد هست اجازه نده کولینا هیچ بازی برتری رو داوری کنه. پس کولینا استعفانامش رو داد و بعد فدراسیون سعی کرد تا ردش کنه. اما چیکار میتونستن بکنن؟ کولینا فقط وانمود کرد هیچی نشده و بازنشستگیش رو ادامه داد که شاید بزرگترین حرکت قدرتی تاریخ باشه.
اما هنوزم نرسیدیم به باحالترین لحظهش. در سال 2006 همچنان تونست به خاطر صداقتش سرتیتر روزنامه ها بشه. بزرگترین رسوایی تاریخ فوتبال ایتالیا معروف به کالچوپولی آشکار شد، جایی که داورا پول میگرفتن تا بازی‌ها رو به دلایل مختلف دستکاری کنن. توی مرکز کل ماجرا یه مردی بود به نام لوجیانو موگی که راستی واقعا هم سزاوار ساختن یه ویدیو راجبش هست. این مرد تقریبا سری آ رو با نقشه هاش نابود کرد. وقتی تماس‌هاش لو رفت معلوم شد که مثل بقیه داورای لیگ از طرف مقابلش رشوه میگیره، اما حدس بزن کی محکم ایستاد و هر چیزی که بهش میدادن و رد میکرد، اونم بدون توجه به مقدارش. پیر لویجی کولینا، این مرد فوق‌العاده همیشه برای بزرگترین بازی‌های لیگ انتخاب میشد و همچنان توی تمام این فسادها صادق موند که این قضیه موگی رو عصبانی کرد، اونقدر که توی یه تماس شنیده میشه که میگه میخواد کولینا رو به خاطر تصمیماتش علیه یوونتوس تنبیه کنه. فکر کنم هممون میدونیم این یعنی چی. اما خب این مرد دیوونه هیچیش نشد و کاملا هم بی‌طرف موند. بالاخره اون 6 بار برنده بهترین داور سال شده بود. عضو تالار مشاهیر فوتبال ایتالیاست و تا به امروز تنها داوریه که با یه بازیکن پیرن عوض کرده، با دادن پیراهن شماره 7 دیوید بکام به درخواست سر الکس فرگوسن. خب این بود کارنامه پیر لویجی کولینا توی این ویدیو. اگه خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنید که کلاً یه ثانیه وقتتون رو میگیره و منو خیلی خوشحال میکنه. امیدوارم هفته دیگه دوباره ببینمتون. فعلا خدا نگهدار.